السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حزقیل علیه السلام الله متعال پیغمبر دیگری را فرستاد برای اینکه بنی اسرائیل گمراه شدند و بتپرست شدند. هرچند الله متعال به بنی اسرائیل معجزات زیادی را نشان میداد، پیغمبران زیادی را میفرستاد، ولی بنی اسرائیل گمراه می شدند و شکر الله را بجا نمی آوردند. الیاس علیه السلام یا اینکه الیاسین علیه السلام، الیاس ابن یاسین ابن عزار ابن عیزار ابن هارون علیه السلام است. یعنی الیاس علیه السلام از نوادگان هارون علیه السلام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. و بیگمان الیاس از رسولان ما بود، یعنی از پیغمبران ما بود، چون به قومش گفت آیا پرهیزگاری نمی کنید، یعنی از الله نمی ترسید، آیا بتی را می خوانید و بهترین آفرینندگان را رها می کنید؟ الله که پروردگار شماست و پروردگار نیاکان نخستین شماست. قوم الیاس علیه السلام بتی را می پرستیدند که بعل نام داشت. برای همین الیاس علیه السلام به آنها می گفت شما بتی را می پرستید، یعنی بعل را می پرستید، و الله را که شما را خلق کرده است، یعنی عبادت آن را برکنار می گذارید. الیاس علیه السلام را مثل دیگر پیغمبران قومش تکذیب کردند، یعنی باور نکردند، یعنی از پشت هوا و هوس خود شدند. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. پس آنها الیاس علیه السلام را باور نکردند و یقینا همه آنان به جهنم احضار خواهند شد، یعنی به سوی دوزخ کشیده می شوند، مگر کسانی که بندگان مخلص خدا هستند و برای او در میان امتهای بعد نام نیک باقی می گذاریم. سلام بر آل یاسین، یعنی الیاس علیه السلام. ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم، بیگمان او از بندگان مؤمنی ما بود. در بعضی روایات نقل شده است که الیاس علیه السلام دیگر قومش را دعوت نکرد، یعنی وقتی دید که گوش نمی کنند قوم را دعوت نکرد و رفت. ولی اکثر علما میگویند الیاس علیه السلام قومش را تا وفاتش دعوت کرد.